پسر با معرفت و با ظرفیتی که L90 ندارد، پژو 504 هم ندارد، یک لبخند دارد و یک آمین دارد و جان میدهد برای بی ربط ترین کار دنیا در چارچوب‌های حرفه‌ای او که بنشیند فوتبال گزارش کند، که مراقب باشد تمام جهانی که از او ساختند به شبی و تبی با 2 تقلید صدا فرو نریزد، که وقتی از روی پل رد می شود حواسش جمع باشد، گرفتار نشود، گرفتار نکند، که جزیره تنهایی است. خدا رحمت کنه پدرمو. چقدر این اسبر رو دوست داشت، چقدر اینو دوست داشت. یادش بخیر، یادش بخیر. ببینم مثل این که دیر کرده. نه دیر نکرد. او اومد. بفرم. به 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 به. سلام علیکم قربان. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید. به 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 به. مشتاق دیدار. مشرف فرمودید. ببخشید ما دست خالی اومدیم. اختیار دارین قربان. بفرمایید. واقعا خیلی مشرف فرمودید. چطور احوالتون؟ قربانتون شما. مشتاق دیدار. شما شاه غلام در خدمت شماست. میدونی من چقدر با شما خاطره دارم از دوران بچگی. خدا میدونه. لطف دارین شما. بله خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. خواهش میکنم. کجاست آقا کامران؟ آقای نجف الان میگم خدمتتون. یه فیلمی تهیه کرده. اگر که شما اجازه بفرمایید من اینو بذارم شما ملاحظه بفرمایید تا ایشون تشریف بیاره. باشه. بله با اجازه شما. آها بریم ببینیم. ستاره برنامه‌های مذهبی تلویزیون، داماد مورد پسند بسیاری از مادرهای ایرانی، پای سخنان کارشناسانش ساعتها می‌نشیند و آمین می‌گوید. یک بار اردیبهشت 93 روی آنتن خداحافظی کرد در اعتراض به اینکه زیراب همکارانش را زده بودند. علیرغم همه ارادتی که به بزرگواران و بیننده‌های خوبمون دارم، میخوام خواهش بکنم و اجازه بگیرم از محضرشون که در این مقطع از خدمت اونها مرخص بشم و خداحافظی بکنم. بعد هم خودش برگشت، هم رفقایش. یک مقطعی مسافرکشی میکرده چون پدرش با ازدواجش مخالف بوده. مناجات خائفین و مشتاقین را دوست دارد. دوست دارد شاعر باشد. اگر یک لحظه از من چشم برداری چه خواهد شد؟ مهندسی نرم افزار خوانده و سری به تحصیلات حوزوی هم زده است. یک ستاره دلنشین که سخت از خود مراقبت کرده که صورتش چون سیرتش زلال بماند. نجم الدین بودن سخت است، اما نجم الدین ماندن از آن دشوارتر. به به چطور بود قربان؟ لطف دوستانه من که اصلا لایق محبت نیستم. تشریف آوردن. بله. به به. سلام. ارادت. حال شما آقا؟ مشتاق دیدار. ما بیشتر. چطوری؟ خوبی؟ داشتیم با شاه غلام اینجا کاری کیف می‌کردیم و صفا می‌کردیم. شاه غلام بفرمایید. خواهش کنم. 20 درجه بفرمایید. من برم یه دمنوش درجه 1 برای ایشون دم کنم. برای ما چی؟ بله برای شما میاریم. مگه میشه؟ نه این دمنوش خاصه. ماه آقای صافی خدا هستن. کلی خدمت شما. سلامت خدا ان شاء الله حفظشون بکنه. با عزتون فعلا مخلصیم. قربان شما. تمنا کنم. آقا من چطوری؟ خیلی مخلصم. شما چطوری؟ چه خبر؟ الحمدلله. اوضاع ردیفه؟ مشتاق دیدار. خیلی مخلصیم. خیلی فاصله افتاد بین آره چند سال گذشت و حالا خوشحالم که اینجا با هم. الحمدلله. خیلی لطف کردید. سلامت باشید. قربون شما. می‌بینیمتون خلاص کلی کیف می‌کنیم. ما مخلص شماییم. سلامت ان شاءالله که همیشه خوش بدرخشید. متشکرم. مهمونای خوب، برنامه خوب. ممنون. فضای حال خوب کن.
مرسی و با این حضور چیزی شما که همه که ما بهش نیاز داریم. خلاصه حسابی با صفا میشه ان شاءالله. چه خبرها دیگه؟ اوضاع خوبم، ردیفه؟ خدا رو شکر. با ترافیک تهران و اذیت شدی یه تا وقتای اونجا اومدی؟ فیلم رو دیدی چطور بود؟ خیلی خوب بود. من که لایق حالا این لطفا و این نکاتی که اختیار گفتی دارین. نیستم، ولی لطف مردم و همش نعمت خداست به نظر من و این بدون تعارف میگم کامران جان که همه اینا رو نعمت میبینم الحمدلله. و همیشه بخوام خودم رو معرفی بکنم یه جایی مینویسم آن ذره که در حساب ناید نجم الدین شریعتی گفت هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. ولی خب لطف مردمه و فضل خدا و من شرمنده این همه محبت شما انشالله که همیشه سلامت باشی. اینا رو کجا در آورده بودی؟ دیگه نه میشناختیمتون از قبل و میگن راه‌های رسیدن به خدا به عدد آدم هاست. رضا مارمولک شنیده بود این دیالوگو؟ آره دیده بودم. موافقی باهاش؟ واقعا همینطوره. گرچه ما یه صراط بیشتر نداریم، صراط مستقیم که اون صراط بندگی و عبودیته و مسیری که اهل بیت نشونمون دادن، ولی هر کسی به ظن خودش و به زعم خودش میتونه وارد این راه بشه دیگه و به خدا برسه. میخوای کتتو داری یه راحتی؟ کتو درارم؟ سردت نشه. کت. خب میکروفوناتون به هم میریزه آخه. میخوای درارم؟ بچه صدا باید بیان دوباره تو. سرد اینجا خب. حالا چون تو کت نپوشیدی منم نباید بپوشم. نه آخه میخوایم یه گفتگوی غیر کت شلواری داشته باشیم. خب سرده، سرما اینجا چیکار کنم؟ پس سرما با بخورم هم دیگه کت شما شلوار باید میگن که آدما موقع فوت تمام آنچه که گذشته در تمام سالهای پیشین رو تو ذهنشون مرور میکنن. انشالله که 1000 سال زنده باشی. انشالله. اما در لحظه ودا به این فکر کردی که کل سمت خدا رو باید از نو ببینی. چه حسی داره؟ آقای موضوع تجربه همه تجربه گراش بود دیگه که مثلا ما تمام زندگیمون رو دیدیم. بعد یه وقتی یکی از رفقا گفت من دلم به حالت میسوزه. گفتم چرا؟ گفت همه اینا رو دوباره از اول بشینی بشنوی. ان شاءالله که همیشه سلامت بشی و همچنان شما هم خیلی بروزید باشی. شوخی‌های فضای مجازی و اینا رو. خاطره بانمک از سمت خدا داری؟ مثلا چی کار می‌خواستی بکنی نجم الدین جان که مثلا چون مجری سمت خدا بودی یه استاپی یه خیلی کارا نکردی به خاطر اینکه مجری سمت خدا بودی؟ خیلی کارا. مثلا بدون راهنما زدن من از پارک نمیتونم خارج شم. چند سال پیش، حالا این واقعا بار مسئولیتیه که همه ماها که تو حوزه رسانه هستیم یا مردم میشناسن رو دوشمونه. حالا ما که کار دینی داریم میکنیم به مراتب بیشتر. خیلی سال پیش اومدم از پارک بیام بیرون بدون که راهنما بزنم. حالا آدم پیش میاد دیگه. یه ماشینی اومد رد شه، یهو ترمز زد. بعد من خارج نشدم از پارک، اون از کنار من رد شد. یه نیش ترمزی برگرده مثلا یه چیزی بگه دید منم. گفت آقا از شما بعیده. آره از اینا بخوای خیلی الا ماشاءالله سخته، ولی یعنی باید نجم الدین شریعتی باشی، باید مجری سمت خدا باشی بفهمی که چقدر سخته، چقدر چه ریاضتی داره و چه مراقبتی. خوبه ها، یعنی یه جور توفیق اجباریه که حداقل دیگه این پایین ترین مرتبهشه، به خاطر لطف مردم و نگاهشون سعی کنی که خوب زندگی بکنی. ولی شما اصلا اهل ادا اطوار نیستی، یعنی حالا با توجه به اینکه سالها از نزدیک تقریبا رابطه داشتیم اینا میدونم که همینی. آره یعنی غیر از این نمیتونه باشه. یکم کارتو سبک‌تر میکنه. ببین اصل بر اینه کامران، چرا باید من و تو جلوی دوربینمون با پشت دوربینمون فرق بکنه؟ یعنی اصل بر اینه که خودت باشی دیگه. خیلی راحت تر آدم اینجوری. آره مگر اینکه بخوای مثلا بری توی فیلمی بازی بکنی. یعنی اینایی که هنرپیشن اسمشون روشونه، یعنی طبق فیلمنامیان یه نقشی رو بازی میکنن. ولی ماها که دوربین اصلا یه جوریه که یه راز و رمز عجیبی داره که تو اصلا نمیتونی یه مدت زمان طولانی اون چه که نیستی رو هست نشون بدی. میزنه بیرون معلوم میشه. یه خاطره‌ای بگم، یعنی برای من خیلی جذاب بود. چند سال پیش
یکی از دوستانمون نقل میکرد، میگفت اولین باری که من میخواستم بیام تلویزیون تست اجرا بدم، یه آقای تصویربرداری که معلوم بود موهاشو تو همین سازمان سپید کرده، آدم کار کشته و پخته‌ای بود، میگفت منو کشید کنار، گفت ببین بچه جون یه چیزی بهت بگم، شیمی خوندی؟ گفت خوندم. چطور مگه؟ گفت میدونی تورنوسول چیه؟ گفتم تورنوسول اسید و از باز تشخیص میده. گفت لنز دوربینم همین جوریه، مرد و از نامرد تشخیص. چقدر باحال گفته، چقدر دقیق گفته. صدق و از کذب تشخیص میده. یعنی مردم کاملا اینو حس میکنن. حتی من یه وقتایی خیلی جالبه، حالا ماها دیگه بعد از این همه مدت با بیننده های سمت خدای خانواده شدیم، میدونی؟ یعنی یه وقتایی که من مریض میشم 10 تا نسخه دمنوش و اینو بخور و اونو نخور، فردا حالت چطور، بهتر شدی؟ یا از چشام میفهمن، میگن امروز نگاهت غم داره. خب برنامه روتین و هر روز اجرا کردن، یه روز مریضی، یه روز سرت درد میکنه، یه روز چه میدونم سر رسیده قسطته. بعد اینو مردم میفهمن. دیگه بعد از این همه مدت یه خانواده شدیم واقعا و این خودش خیلی برای من ارزشمنده که مردم حتی مریضی من رو از نگاه من میفهمن. میگن امروز این چشات سردرد داره، مثلا این جنس نگاهت. دیگه اینجوری روزگار میگذرونیم دیگه. آره دوربین خیلی چیزه عجیبیه. عجیب پیچیده است، خیلی پیچیده است. پیشنهاد بازیگری هم داشتی؟ قبلا ولی خیلی استقبال نکردم، این دوست ندارم، بلدم نیستم. چرا؟ بلد نیستم اصلا. آره کار سختیه. چه نقشی بهت پیشنهاد دادن؟ یکی دو تا نقش خودم رو به من پیشنهاد دادن. خب اون که خوب بود دیگه، بازی نمی‌خواستم. خب نمیخواستم اصلا برم تو این فضا، یعنی دوست نداشتم. یک دو تا دیگه هم زنگ زدن دیگه راجع به، یعنی صحبت به اونجا نرسید. تو فیلمشون نجم الدین شریعتی داشت؟ آره یه سریال نمایشخوانی بود، یه کسی دیگه. آره می‌خواستن یه طعنه‌ای، مثلا یه تعریضی، یه کنایه‌ای و دوست داشتن که من خودم اونجا نشسته باشم، بعد اون شخصیت نقش اولشون بیاد با من مواجه بشه، بعد خودش این قصه هایی رو داشت. نه نیستم، یعنی احساس میکنم که این جایی که هستم و این راهی که دارم میرم راضی، دوستش دارم. نمیدونم یعنی شاید بهتر از این که دوستش داری. آره یعنی کامران میدونی ماها نمیدونیم چی در انتظارمونه. یعنی الان اگر تو اینجا نبودی چی کار میخواستی بکنی؟ هیچ کس نمیدونه. یعنی ممکنه که من مسیرم رو تغییر بدم، وارد یه مسیر دیگه‌ای بشم، ولی این مسیر برای من بهتر باشه. ولی سعی میکنم اون موقعیتی که توش هستم بهترین موقعیت باشه. یعنی کارم رو تو همونجا درست انجام بدم تا دست روزگار یه دعای خیری، یه نگاهی، یه گوشه چشمی مسیر زندگی من رو عوض بکنه. مثلا مثل معلا، الان شما مجری معلا هم شدی. آن راستی چیکار میکنی با ماده ها؟ یعنی سخت نیست برات؟ به حال اونا حتما چرا فضاشون کلا متفاوته. کسی به من میگفتش که نمیدونم تو چیکار کردی در بین الحرمین بین روحانیت و آقایون ماده ها. خب تمرینشو کرده بودی دیگه سالا تو سمت خدا، یه جوری پای منبر کارشناسا نشسته بودی. آره منبرشو رفتیم، بعد از منبرم که نوبت ماده هاست. آره فضای تجربه خوبی بود. یه آمادگی ذهنی اولیت واسش فراهم شد. نه خب من خیلی با فضای هیئت و اینا غریبه نیستم، ولی اجرایی غیر از اجرای سمت خدا رو غالبا نپذیرفتم. یعنی تو این سالها سعی کردم که به مخاطبم وفادار باشم. یعنی الانم راحتی اونجا تو معلا؟ اونجا خب مقطعی فصلیه. چی بود ماجرای این تقلید صدای ماده ها تو همون معلا و اینا؟ خیلی هم چرخید. خیلی آره. ببین ما یک جمعیت تقریبا چند صد نفره، شاید بالای 1000 نفر مستمع داشتیم که در حسینیه حاضر بودن و یه جمعی هم شرکت کننده ها بودن. بعضی وقتا یک گروه های 500 نفره می اومدن، 1000 و چند نفر مثلا چند صد نفر تو استودیو بودن. خب اینا خسته می شدن. ما تقریبا 16 تا دوربین بود تا اینا هماهنگ بشن صدای وقتی، بعد اینا خسته می شدن. برای اینکه فضای ماه شعبان بود و شاد بود و انرژیا نیفته به اصطلاح،
گهگاهی آقای آسد مجید بنی فاطمه، آقا نزار، آقای نریمانی، میثم مطیعی عزیز شوخی می‌کردن اینا و یه جاهایی حالا مثلا به همین تقلید صدا این یه بخش مثلا دقیقه کوتاهی از این اتفاق بود که همین منتشر شد. هم این از این قصه ها بوده ولی این یکی بیرون اومد. آره یعنی یه برش تقریبا شاید بگم از کل چند صد دقیقه معلا که ضبط کردیم، خیلی زیاد چند هزار دقیقه معلا که ضبط کردیم، شاید این یه برش چند دقیقه‌ایش بوده و خیلی‌ها فکر کردن کلا فضای برنامه همینه، در حالی که فضای برنامه این نبود. تقلید صداشون هم خوب بود، پیشنهاد کار نشد بهشون. خیلی قابل تحمل بود اون بخش. به من زنگ زد، بنده خدا فکر می‌کرد فضای برنامه همینه. گفت منم صدای پسر شجاع رو میتونم خیلی خوب نجم‌الدین جان، اصلا تا الان به این فکر کردی که یه عرصه جدیدی رو تجربه کنی تو اجرا؟ یعنی اینجا به نظر میاد که تو حالا نمیشه گفت سقف داره واقعا، ولی تو سمت خدا شاید سقفشو زدی. تو برنامه‌های سحرگاهی سالها دیگه اون بالای بالا درخشیدی و کلی ارتباط گرفتن مخاطبا باهات تو اینا. به این فکر کردی که خب دیگه خسته شدم، بذار الان دیگه فاز کار رو عوض کنم، مثلا از این عرصه بیام بیرون و تو این ژانر جدید حالا تجربه کنم، یه چیزای جدیدی رو امتحان کنم بختمو؟ میدونی کامران، این که تو پرواز باشی یا توی ترمینال باشی یا توی بازار باشی، یه کسی از پشت صدات کنه نجم الدین، احساس کنی مثلا همکلاسی دوران مدرسه تو دیدی یا یکی از اعضای خانوادت رو دیدی، بعد برگردی ببینی اصلا نمیشناسیش ولی اون به واسطه این سالها ارتباطی که با تو برقرار کرده حالا اینجوری اینقدر ساده و صمیمی صدات میکنه، میخوای بال در. و من نمیتونم اینا رو تنها بذارم. من یه 2 ماهی نبودم توی سمت خدا، یعنی با شبکه صحبت کرده بودم که استراحت بکنم. توی همین 2 ماه یه روزی یه مجلس ترحیمی بود، باید شرکت میکردم. یکی از محله‌های پایین شهر تهران بود. یه آقای اومد گفتش که آقای شریعتی. گفتم بله. گفتش که مادرم خیلی شما رو دوست داره. گفتم خب بهشون خیلی سلام برسون. گفت میشه با هم یه عکس بگیریم، من براش ببرم خونه بهش نشون بدم. گفتم باشه. یه عکسی گرفت و من مشغول صحبت با یه عزیز دیگه ای شدم. دیدم گوشی تلفن رو گذاشت دم گوشم. گفت مادرم میخواد باهات صحبت کنه. گوشی رو گرفت. گفت معلومه کجایی؟ مادرم هم با من اینجوری صحبت نمیکنه. معلومه کجایی؟ گفتم چطور مگه حاج خانم؟ گفت از وقتی که تو رفتی من دلم تنگ شده. پسرش که مادر شهید بود، بعد من فهمیدم. منو که میدید همه میگفتن حاج خانم پسره و او پسرش رو در من میدید. و رفتم و همون لحظه من سوار ترک موتور این دوستمون شدم، گفتم بریم حاج خانم ببینیم. رفتیم تو. رفتی اونجا؟ رفتم. داشت نماز میخوند، با یه واکری اومد جلو ایستاد و منو دید. انگار که پسرش از جبهه برگشته. من اینو وقتی داشت بلند میشد وقت خداحافظی به من میگفت حجتم. خودت معرفی کن مادر شهید سید محمد حامد مسکون. بگو اینا رو من تعریف کن دیگه. جنازه‌ش دیدم بگو. خواب بوده بگو. بگو دیگه. تیر خورده بود تو بیشانوش، ما گفتی خوابه. رفتم بوسش کنم قش کردم. صحبت کن اینجا. خب صحبت کن دیگه، مو باید برو مو بر. دوستش داشتم خیلی. این اصلا من اینو با هیچ چیزی عوض نمی‌کنم. یه دعای خیر اینجوری بعضی وقتا زندگی و من اگر یه روزی نخوام توی این عرصه کار بکنم، یه جای دیگه‌ای بخوام فعالیت بکنم، دلم برای او تنگ میشه و اینو نمیدونمش چی کار بکنم. و 15 ساله که من هر روز تو این برزخ که هی امروز خسته شدم فردا و این انرژی. من یه وقتایی سفرهایی که میرم علیرغم این که خسته میشم به یکی از دوستانم گفتم من انقدر، چطور بعضیا میرن ماساژ، بعضیا میرن استخر، بعضیا میرن سفر، من تو این سفرها از لطف مردم انرژی میگیرم و این برای من به همون دوره‌ای که خداحافظی کردی مقطع کوتاهی، پس خیلی برات سخت. خیلی
ببین دوست دارم فضای جدیدی رو تجربه بکنم ولی نمیدونم که چه کاری مهمتر از این کار میتونه باشه. یعنی آدم‌ها اون وقتی موفقن که اولویت‌های زندگیشون رو بتونن تشخیص بدن سر دوراهی‌ها، بین خوب و خوبتر، نمیگم بین خوب و بد، این که تشخیصش راحت، بین خوب و خوبتر. تو الان چه کاری مهمتر از این کار داری؟ به این نرسیدم هنوز و خیلی با دوستان خوبی مثل شما، رفقای دیگه مشورت میکنم که بلکه به این نتیجه برسیم بتونیم مؤثرتر باشیم، بتونیم بار بزرگتر و سنگین‌تری رو برداریم. دنیای رسانه خیلی دنیای پیچیده. با این همه استعداد هر جا باشی من مطمئنم که میدرخشی در هر عرصه‌ای که باشی. من واقعا دوست دارم اینو ازت بپرسم که در خلوت چه میگذره. یعنی مثلا تو پشت فرمون نشستی، بعد مثلا چراغ قرمزه، مثلا یه دفعه پشت سریه شروع میکنه بیپ بیپ بوق زدن، خب یا دستشو میذاره رو بوق، یا یه اتفاقای عجیب و غریبی میفته که هر کسی باشه آمپر میچسبونه و ممکنه زیر لب یه چیزای روانه طرفی بکنی که رو مخش داره رژه میره. تو از این اتفاقا برات میفته و تو خلوت خودت همین نجم الدینی؟ من خیلی وقتا تو خلوتم، یعنی خلوت رو کلا دوست دارم، فکر میکنم، بیشتر وقتم به فکر کردن میگذره. یه وقتایی موسیقی گوش میکنم، اگر یه وقتایی بخوام فکر بکنم موسیقی گوش کنم، موسیقی بی کلام میشنوم که اون موسیقی میشه زیر صدای افکارم. اگر عجله داشته باشم، ماشینی جلوی من با خیال راحت همینجوری داره کیف میکنه به خاطر اینه که نجم الدین شریعتی تلویزیونی نه اصلا درون خودت انقدر نه آرامش اصلا ماشین من فکر کن هیچ کس اصلا نمیبینه تو ماشین. میگم این شاید الان عشقش رو سوار کرده کنارش نشسته و نمیخواد این خیابون تموم شه. تازه ازدواج کردن، نام زدن، میخواد صحبت بکنن، دستش تو دست همسرش. حالا مثلا با عشقش از پشت سر مثلا خدای نکرده بکوب به ماشین یا بوق بزنه اذیتت کنه، اون چی؟ اگه بوق بزنم میگم حتما مریض داره، یه کسی زنگ زده خونه میگه نمیگی شاید خودش مریضه؟ نه، سعی کردم همه رو خوب ببینم. بعضیا میگن این جزء عیبای توئه، من میگم اصل بر خوب بودن آدم هاست مگر اینکه خلافش ثابت شه. چقدر باحال و چقدر ما به این نگاه نیازمندیم تو جامعه. آره من همیشه آدم ها رو خوب دیدم، یه وقتایی ضربه هم خوردم لطمه هم خوردم، ولی من با یه جای دیگه ای بستم. یعنی احساس میکنم که احساس میکنی که اون برکتش هم داره میاد به زندگیت همینجور 100%. یعنی تمام این نفس کشیدن ما، حیات ما، هر لحظه. من یه وقتایی به آقای جبلی میگفتم، مراسم تجلیل گذاشته بودن مثلا برنامه‌های سحر نمیدونم محل، گفتم من اصلا دنبال تجلیل نیستم، واقعا اینو بینی و بین الله دارم میگم. من نگاه همینه، مثلا توی سحر اگر یک پیر عارف دلداده‌ای یا آدم دلشکسته‌ای نگاهت کنه بگه الهی خیر از جوونیت ببینی، من بارم بسته. همین بسه. و نجم الدین با این شاخصه ها کلاه نذاشتن سرش تا الان؟ چرا گذاشتن؟ یه قاعده ای هست همه ماها تجربهش کردیم. اگر یه کسی به ما بدی کنه چی بهش میگیم؟ میگیم خودت که نمیزنی زیر گوشش که، میگی چوبشو میخوری، منتظری که کائنات دست به دست هم بدن و او یه روزی چوب این بی احترامی و این بی معرفتیشو بخوره. ولی تو خوبی ما اینجوری نیستیم. چرا نمیندازیم گردن کائنات؟ میگیم بشکن این دست که نمک نداره. آخه یعنی چی؟ شما خدمت کن، لطفشو کائنات به تو برمیگردونن. اگر یه روزی دیر داری به پرواز میرسی، نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت آره، یعنی تو به یک کسی خوبی میکنی و ممکنه به تو بدی کنه، ولی ممکنه از قبل این خوبیه 100 نفر دیگه به تو خوبی بکنن. من یه آقای اومده بود در خونه چند سال پیش با اشک و آه و التماس که شما بیا یه وامی برای من بگیر. گفتم من اصلا جایی رو نمیشناسم، چون من واقعا خیلی غریبه‌ام با این فضاها تو این سالها، ولی اگر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. گفتم من معرفیت میکنم، برو اونجا ببین میتونی.
چند روز بعد دوستش یا باجناقش بود، اونم آورد گفت این وامی که معرفی میخوای بکنی کمه، مثلا خیلی سال پیش 2 تا 5 میلیون بشه 10 میلیون من به یه دردی بزنم. گفتم باشه، معرفی کردم، رفت دوباره اومد، میشناختمش، گفتش که گفتن که این ضمانت ها قبول نیست، اگر آقای شریعتی پشت چک ضمانت شما رو امضا بکنه ما قبول میکنیم. منم دیگه گفتم کارشون راه بیفته، پشت چک رو امضا کردم و رفتن. وامشون رو گرفتن، ماه اول شد، ماه دوم، ماه سوم زنگ زدن گفتن آقای شریعتیشون قسطشو نمیده. گفتم خب ضامن داره. گفت ضامنه که ما نمیشناسیم، ما شما رو میشناسیم. گفتم حالا میارم میدن. زنگ زدم به اینا گفتن آقا ماه بعد ما میبریم. 3-4 ماه گذشت، من رفتم این 3-4 ماهی که نداده بودن اینا رو پرداخت کردم. بعد چند وقت زنگ زدم گفتم آقا برید قسطتون رو بدید، من خیلی جاها ضمانت کردم ولی هر کدومشون بخوان من هر چی در میارم و یه چیزی هم با دوش بذارم بدم پول قسط. گفت آقای شریعتی ما الان بیکاریم، یه کاری برای ما جور کن ما بریم قسطا رو بدیم. حالا خلاصه از این طیف گرفته یا چه دیگه. چیکار کردی؟ دادم رفتم تصفیه کردم دیگه. کل وامشون رو رفتم دادم. یعنی هر ماه یه قسط خودم میدادم یه قسطم برام. ولی امشب من واقعا دارم ازت چیز یاد میگیرم. عزیزم دورت اینو جدا میگم. نه. گفتی که مثلا تو خلوت خودت وقتی داری فکر میکنی موسیقی بی کلام گوش میکنی. موسیقی با کلام و وقتی که فکر نمیکنی چی گوش میکنی؟ من بیشتر موسیقی سنتی گوش میکنم. یعنی سال هاست از بچگی با نوا مرکبخوانی شجریان، استاد شجریان خدا رحمتش کنه، با نوا مرکبخوانیش من با عالم موسیقی آشنا شدم در حالی که 10 سالم بود. کلاس 4 ابتدایی بودم و اساساً با عالم شعر و ادبیات. جان جهان دوش کجا بوده نی غلطاً در دل ما بوده. همه اینا رو من 10 سالم بود یه نوار کاست از نوارهای پدرم میگرفتم با یک ضبط استریو قدیمی میذاشتم و این هر وقت که میپیچید من قلبم به هم میپیچید که پدرم الان از راه میرسه که چرا نوار خراب کردی، چرا ضبط رو به هم ریختی. هنوزم دارتش. خیلی حساس بود روی زمان. و من همیشه یکی از آرزوام کامران این بود که برم یه دونه دیگه از این استودیو بخرم کنارش بذارم هر کاری، یعنی حتی الان هر کاری دلم بخواد باهاش بکنم. آره و تو این سال موسیقی سنتی گوش میدم. و نوار وقتی جمع میشد چیکار می‌کردی؟ دیگه با ترس و لرز و اینا درش میآوردم. من یادم یه بار رفتم یه نوار دیگه خریدم 180 تومن دادم، رفتم یه نوار دیگه خریدم. این همونو گذاشتی سر جاش. این همونو گذاشتم. و بلد بودی که مثلا این قلمو آره میچرخوندیم. آره جاهایی و اگه مثلا تو زندگی هم بعضی وقتا دل و روده زندگی به هم بریزه خدای نکرده، بلدی که دوباره وصل پینش کنی یا اینکه مثل همون نوار کاست‌های قدیمی درستش کنی؟ چاره جز این نیست، ولی یه اتفاقاتی میفته گهگاهی نمیشه. یعنی واسه همین خیلی باید با احتیاط قدم برداشت. میدونی کامران زندگی ما تو دنیای ما این ماهیت دنیاست، یه میدون مینگذاری شده است. هر لحظهش هر جاییش تو باید با احتیاط گام برداری، مواظب باشی دلی رو نشکنی، مراقب باشی دستی که به سمت دراز شده راحت پس نزنی. من یه وقتایی میگم سر این چهارراه‌ها بچه‌ها که میان گل بهت تعارف میکنن یا میخوان مثلا چیزی بهت بفروشن، تو روایات ما داریم رد جمیل، زیبا ردشون کنید. اگر سائلی اومد به سمت شما، اگر کسی درخواستی از شما داشت، اخم نکن، شیشه رو بالا نده. رد جمیل. من یه وقتایی تو داشبورد ماشینم شکلات دارم، آب نبات دارم، اگرم نخوام چیزی بخرم یه دونه شکلات بهش میدم، بعد شیشه ماشین رو. به نظرم یه وقتی این نقاشیایی که شبکه 4 نشون میداد، باب راست نشون میداد، یه خط میکشید، لذت نقاشی، لذت نقاشی، یه خط میکشید، بعد تو میگفتی با این خط چی میخواد درست کنه، بعد یه قلمو میگرفت میداد بالا، میدیدی کوه شده، دوباره یه خط میکشید میدیدی چمن شده. اینا خطای کوچیک زندگی ماست که نهایتا وقتی از دور زندگی تو تماشا میکنی میبینی چه زندگی قشنگی. توی این منظره میخوام رنگای زیادی استفاده کنم تا خیلی سرد به نظر نیاد. یه خورده زرد هندی برمیدارم، خیلی راحت، فقط ضرب در میزنم، همینطوری دور اونو پر میکنم. 15 سال
کارشناسا صحبت کردن، شما شنیدین و احتمالاً یه چکیده خیلی مفیدیش تهنشین شده تو ذهنت و خودت هم که پیشینه اینجوری داشتی و حالا چقدر بیانت تاثیرگذار شده. و منبرم میری؟ نه بابا نه دکلمه که خیلی خوب میخونی. من یه جاهایی به آقای نجفی میگفتم و قبل برنامه به شما هم گفتم من از حرف زدن فراریم. یعنی شاید برنامه‌های مختلف لطف دارم به من، دعوتم میکنن رو حساب رفاقتم با تو و اینکه واقعا دلتنگ بودم دوست داشتم ببینم. افتخار دادی عزیزمی. لحن شما تو خونم همین جوریه که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم؟ نه یه جاهای بلند حرف میزنم. مثلا پسرتو دعوا میکنی خدا حفظش کنه؟ آره من خیلی سعی کردم با بچه‌ها رفیق باشم ولی از این رفاقت خیلی چیزی شاید در نیاد. مثلا فرض کن جای پدرتونی پسرتون کاستو ترکونده، حالا هندزفریه رو زده ترکونده، چیکار می‌کنی؟ من 10 دفعه به تو نگفتم مراقب وسایلت خیلی خوبه که آره همین با همین لبخند. آره نه لبخند رو شاید نداشته باشم. تون صدام همینقدر. آره حالا یه ذره بلند. خب باید مراعات همسایگانم کرد دیگه. من خیلی حواسم هست که. یه پسر داری؟ 2 تا. 2 تا خدا حفظشون کنه. اسمشون چیه؟ محی الدین که هم وزن اسم خودمه. نجم الدین، محی الدین. برادرم حسام الدین. ماها دیندارای فامیلی. برادر شما اسمش حسام الدینه؟ برادرم حسام الدینه. اسم پسرتون محی الدین. اسم پسر من محی الدینه. ماها دیندارای این خانواده. و اون یکی پسرتون؟ محمد مهدی. محمد مهدی. و اگر خدا بهتون یه پسر دیگه بده ایشالا اسمشو میذارین چی؟ دین نداره دیگه. آره نه اونم بیدینه. علی. علی. به به به. چه اسمی قشنگ‌تر از این. جای کی اینجا خالیه نجم الدین جان الان؟ جای کی خالیه؟ جای خیلی‌ها. چطور؟ دوست داشتی الان کی پیشت بود؟ به قول مولانا قربت آن است که با جمعی و جانانت نیست. اون جانانت که جاش خالی الان اینجا. دوست داشتم مادرم اینجا بود. من دعای پدر و مادر رو خیلی موثر میدونم. به همه جوونا هم سن و سالای خودم میگم که این فرصت رو مغتنم بشمارن. خدا رحمت کنه آمیز اسماعیل دولابی میگفت اگر گرهی تو کارتون افتاد برید کف پای مادرتون رو شروع کنید بوسیدن. انقدر ببوسید که اون به گریه بیفته و این اشکاش گره زندگی شما رو باز میکنه. و اونا شمالن، من تهرانم و مدتی نرفتم سر بزنم و دلم تنگ شده. اولین کسی که به ذهنم رسید خدا حفظشون کنه. آره ولی کنار شما بودن بچه‌ها رفقا حس خوبی داره. آره فضای اینجا فضای خیلی. مرسی اینقدر که خودت خوبی. میدونی کامران یکی از لذت‌های بهشت میگن همنشینی رفقا با همه و این گفت اگه یه جمع همدلی باشن بشینی حرف بزنی به نظر میاد بهترین لذت‌های یه گرده گرم. آره. یه شاه غلام عزیز جان. آقا ما رفتیم گفتیم چی داری میاری شاه غلام؟ بیا بشین. آخه تو تحریریه کار دارن. کارهای خیلی لازم واجب. بله حالا برای شما خب بفرمایید کارهای مختلفی داریم. اگه کمکی از دستمون بر بیاد ما بیایم. خواهش می‌کنم. نه دیگه به هر حال ایشون باید دستور بفرمایند که ما چی کارا بکنیم اونجا داریم انجام میدیم. شما استاد ما هستید، رئیس ما هستن جناب شاه. در خدمتتون هستم. شاه غلام در خدمت شما. عزیز دلم. شما هستید. سلامت باشید. یالا ارادت خداحافظ. خب دوست داری آقا یه دقیقه واسه می‌برید. جناب شاه غلام چیکار کردی؟ آقا یکی بیاد به داد من برسه. دوست داشتی که پسرت هم مجری میشه؟ گفت یه کسی گفت من نذر کردم مادرم رو پای پیاده بفرستم کربلا. چه نظریه مادرتون پای حالا من دوست داشته باشم مثلا پسرم مجری بشه. نه شاید نمیدونم بهش فکر نکردم. میگن اونایی که زود ازدواج میکنن پدر و مادر هواشونو دارن، حالا یه چیزی میخرن برای اونا هم میذارن و خلاصه یه دستی سر گوششون میکشن و اینا. شما هم اینجوری بودین؟ یعنی وقتی که گفتی من میخوام ازدواج بکنم پشتت محکم مثل کوه واسطادن یا نه؟ یه مخالفتی شد؟ تو قبلش نه. خب اینا من خیلی زود که نبود، به موقع بود. چند سالگی؟ 21-22 سالم بود ازدواج کردم.
تا قبلش نه. یعنی پدرم خیلی مصر بود که من هنوز جا هست برای پیشرفتت، برای اینکه وضع معیشتی تو اقتصادی به یه ثباتی برسه. الان چی داری آخه؟ خب هم من دانشجو بودم، هم خانمم دانشجو بود. گفتیم حالا ما که تو خوابگاه داریم زندگی میکنیم، حالا یه ازدواج میکنیم، 1-2 سال عقد میمونیم، بعدش عروسی میکنیم، حالا و واقعا من با اقل امکانات عوضش با توکل به خدا بزرگترین سرمایه من بود. یه جایی کم می آوردم نگاه میکردم به آسمون، به خدا میگفتم از خودت دفاع کن. انقدر من محکم اومده بودم و میگفتم خدا یغنهم الله من فضله. بعد میگفتم نشه یه روزی به من بگن چی شد این خدا گفتی هست. مثلا دیگه حالا شاید هم از خودش میخواستی. آره. به یه جا میگن چرا معجزه تو عصر ما اتفاق نمیفته؟ ما ها نمیگردیم معجزات زندگی خودمون رو ببینیم. آره. قبول داری؟ آره. یعنی انقدر تو زندگی از غیب به تو کمک رسیده که اصلا فراموشش فکر کنی بهت نه اصلا به چه میگی باید همینجوری میبود دیگه. در حالی که 1 میلیون احتمال وجود داره که میتونست اینجوری نباشه. بیشتر 1 میلیون چیه؟ میدونی چند نوع سرطان هست که هنوز ماها نداریم؟ میدونی چند نوع بیماری هست که ماها نداریم؟ میدونی چه نعمت‌های خدا به ما داده و چه چیزایی نداده که باید برای تک تکشون شکر کرد. اون تا اینقدر زیادن اصلا ماها به چشممون نمیاد یا اصلا توجهی نمی‌کنیم. آره اون سال با این سختی خلاص زندگیمون رو شروع کردیم، ولی یه وقتی مسافه کشی هم کردی؟ نه 1-2 تا یه وقتی من یه مصاحبه کرده بودم با فارس، خیلی براشون جذاب بود. آره که نجم الدین در حال مسافه کشی چه شکلی آره میشه؟ این خیلی برجسته شد، ولی واقعا اینجوری بود. یعنی یه روز من فکر کردم که باید یه چنین کاری رو من انجام بدم به واسطه قسطی که داشتم، با ماشین خریده بودم و بعد از کرج به تهران، آخرش هم رسیدیم آزادی. بنده خدا منو شناخت، من سرم اینجوری بود، آخرش منو شناخت و گفت اصلا فکر نمی‌کردم شما اینقدر انسان شریفی باشید. نتونستی پول بگیری؟ نه. تا الان اینجوری هستش که با پیژامه و آستین کوتاه بری سر کوچه آشغالا رو بندازی؟ اصلا نمی‌تونی. اصلا. تو خونه ظرف میشوری؟ بله. اصلا پیژامه و آستین کوتاه میپوشی؟ میپوشم آره. تو خونه که آره، بیرون نمیرم. لباس تو خونه خب طبیعتا باید راحت، تو خونه که دیگه با کت شلوار نیست. ما غیر از کت شلوار ندیدیم شما رو. حالا آخرش در میارم ببینیم. قیصر امیرپور میگه جرمم این است که من خودم هستم. شما خودتی. این خیلی امتیاز بزرگی نجم الدین جان. ان شاءالله که خدا همیشه حفظت بکنه و بهت میاد که یه پژو 405 داشته باشی یا نهایتا یه ال90. ماشین چیه؟ حالا خب ماشین من به چه درد شما؟ به چه درد مردم این میخوره؟ دوتا نیست؟ پژو 405 از نه قدیمی داشتم، من پراید داشتم، پرشیا داشتم این ماشینا رو داشتم. ماشین منم ماشین تولید داخله خیلی آره، ولی به چه درد مردم بخوره؟ ولی هر کی منو میبینه میگه ها ما فکر می‌کردیم شما ال90 داری. پس حدسمون همچین بیرا هم نبود. تا الان خلاف خاصی تو عمرت انجام ندادی؟ چرا؟ یعنی چی خلافی انجام ندادی؟ یعنی یه کاری که مثلا یه جوری مثلا خیلی وقتا کارایی کردم که پشیمون شدم ازش. خیلی وقتا به نظر نمیاد کارایی کردم به نظر که نباید تو چند هزار سال پیش به دنیا اومده بودی الهه بچه مثبت ها بودی. نه این واقعا حسن نظر مردم. من یه وقتایی تو خلوتم گریه میکنم که کم من قبیح سترته، که خدایا چه زشتی هایی که تو پوشوندی. واقعا همین جوریه. میگه اگر مردم رمز و راز شماها رو میفهمیدن، پرده ها میافتاد، هیچ کسی دیگه رو دفن نمیکرد. از هم متنفر و منزجر میشد. همه ما درگیر اشتباهات ریز و درشت هستیم و من هیچ وقت رو همین حساب که خودم انقدر اشتباهات ریز و درشت تو زندگی دارم، هیچ کسی رو تو زندگیم سرزنش نکردم و نمیکنم. و چرا درس طلبگی رو رها کردی؟ رها نکردم. من توی مقطعی بعد از دوره دانشگاه هم تصمیم گرفتم میذاره اطلاعات دینی خودم رو بالا ببرم و دوست داشتم که بدونم. واقعا میدونی زمان قدیم اینجوری بود دیگه، در زمانهای گذشته لذا میبینی حوزه‌های علمیه کنار بازارها ساخته شده. یعنی اول صبح کاسبا می اومدن
یه مکاسبی میخوندن که رزقشون رزق حلال باشه، بازارشون بازار سالمی باشه. بعد میرفتن ساعت 8-9 صبح کرکره رو میدادن بالا. احساس کردم که دوست دارم با مقدمات دین آشنا بشم. و آشنا شدی؟ و آشنا شدم. و چند سال اونجا درس خوندی؟ منسجم نبود هیچ وقت، یعنی بیشتر به صورت یک کار حاشیه‌ای ولی متن زندگی من شد. یعنی امروز به یه جایی رسید که چقدر کمکت کرد؟ خیلی کمک میکنه. یعنی شاید اساساً تو بیانم، تو زندگیم، تو یه زبان مشترک با بسیاری از کارشناسان. دقیقاً. و شما لکنت زبان شدید داشتید در کودکیتون؟ بله خیلی. و چی شد که درمان شد؟ من یه آب میخواستم بگم، دهنمو که باز میکردم آ رو بگم، ب رو نگفته بودم، میفهمیدن من آب میخوام، میرفتم برای من میآوردن. همین باعث شده بود که یعنی اینقدر شدید تلاش بود. نکنی آها. نه میخوام بگم آ که میگفتم تا بهش برسم آبو برام آورده بودن. یعنی اینقدر لکنتم شدید بود. تا چند سالگی؟ شاید تا 7-8 سالگی. یعنی از وقتی من زبون باز کردم شایدم بیشتر، تا مثلا کلاس 3-4 ابتدایی شعاعهایی از اون عارضه در من بود. خیلی دکتر رفتیم، حالا من که خاطرم نمیاد ولی یادمه که خیلی دوا درمونیم برانور و خیلی هم به من گفتن. وقتی یه جایی من اینو نقل کرده بودم و چند نفر به من زنگ زدن، پیام دادن آقا تو رو خدا اون دکتری، گفتم مثلا یادم نمیاد کجا رفتم. و اون دکتر به من پیشنهاد داد که یه آینه بگیر جلو آینه وایستا حرف بزن. و من وامیستادم، حرف میزدم، سخنرانی میکردم. حالا چرا سخنرانی؟ ما خونمون همسایه دیوار به دیوار مسجد بودیم. تمام چون سواد که نداشتم بخونم بتونم تولید محتوا کنم برای خودم حرف بزنم. اون صحبت‌ها رو میشنیدم، برای خودم تکرار میکردم و بعد یه مدت به واسطه این تمرین و ممارست خوب شد. الحمدلله. آره الحمدلله. خوب شد ولی خیلی خیلی سخت بود. نجم الدین شریعتی از چی خیلی میترسه؟ از چی خیلی میترسه؟ نمیتونم ادعا کنم. از هوشنگ ابتهاج خدا بیامرز میگه وقتی همه چیز خوب است من میترسم. ما به لنگیدن یک جای کار عادت داریم. من از خودم خیلی میترسم. یعنی جالب. آره یعنی واقعا این خودو یه وقتایی رها کنی نمیدونی چه اتفاقی براش میفته. یعنی تا الان داری مهارش میکنی؟ همه همینطوری. باید اینطور بشه. یه وقتایی به رفقا میگم مواظب خودتون باشید. مواظب خودتون باشید. علیکم انفسکم. و اینو حتما بارها و سالها شنیدی، داماد ایدئال خیلی ها. این آقا شوخی های فضای مجازی سوژه کم میارن، بعد میگن بیا شوخی سر به سر نجم الدین شریعتی بزنیم. با جناق داری؟ نه نداری. نه با جناق ندارم. چقدر به فضای مجازی نزدیکی؟ تقریبا روزی 20 دقیقه تا نیم ساعت که نهایتا. و مثلا این شوخیایی که باهات میشه میفرستم رفقا 10 تا 20 تا منم برای هر کدومشون باید یه ریاکشن، یعنی یه جوری رفتار بکنم که انگار اولین بار دیدم. نه میگم انگار اولین بار دیدم. مثلا یه هفته قبل این بازنشر شده، همه دیدن، 1000 بار تا الان دیدم دوباره مثلا میفرسته آقا اینو دیده بودی؟ چه جالب. دمت گرم. من حتی آدمایی که بیرون منو میبینم میگم به آقای شریعتی منو میشناسی؟ میگم بله حالتون چطوره؟ چون میترسم بگم نه یه وقتی مثلا شاید انسان مهمی باشه یا قبلا دیده باشمش، جلوی خانواده‌اش نکنه خجالت بکشه. و حال میکنی با این شوخی‌ها؟ آره خوبه. هر چیزی که مردم رو خوشحال بکنه. دزد دیدی از نزدیک؟ دزد از نزدیک یعنی دزد گرفته باشه؟ نه دزد دیدی از نزدیک؟ شاید دیده باشم متوجه نشده باشم. یعنی چون هر دزدی‌های امروز که میتونی دزدی‌های نوینیه. هم امان از نفس که میگم هر کدوم بالفطره هم میتونن ملک. خاطره این شکلی نداری؟ نه. که یه دزدی مثلا پشت فرمون یه دفعه گوشی ماشین جلویی رو میزنه. این شکلی ندیدی؟
ندیدم. ولی حتما صحنه وحشتناکیه، چون من یک بار خیلی سال پیش در ماشین رو قفل کردم. رفتم نونوایی سنگک تو صف یه دونه‌ای وایستادم. چقدر زمان میبره؟ مثلا شما فکر کن 4-5 دقیقه. آره. توی خیابون شلوغ پرتردد. برگشتم اومدم در ماشینم بازه. گفتم یعنی من در ماشین رو قفل نکردم. همون ماشینی که باش مسافه کشیم کردیم. آره همون پراید بود. آره. و چی شد توشو زدن؟ تمام وسایل تو در عرض 3 دقیقه. بعد انقدر حس عجیبی من داشتم که تا بار ناامنی. آره که این فضای حریم خصوصی من بوده وارد شدن. خیلی حس بدی بود. شایعه بامزه از خود شنیدی؟ خیلی سال پیش گفتن نجم الدین شریعتی مرده. بعد یه آقای پور محمدی به من زنگ زد. گفتم بله شبکه 3 مدیر اون زمان شبکه 3. گفت سلام علیکم. سلام علیکم. گفت شما گوشو برداشتید که؟ گفتم چطور؟ من گفتم شما مردی. گفتم خب الان دیدی من زنده. بعد بهش گفتم آقا یه وقتی یه آقایی تو خیابون مواجه میشه با یه شخصی، گفت ای تو که زنده ای؟ گفتش که خب چطور مگه؟ گفت من شنیدم تو مردی. گفت والا که میبینی زنده‌ام. گفت نه از یه منبع موثق من شنیدم. آقای پور محمدی هم اتفاقا مهمان ما بودن ان شاءالله. خیلی انسان نازنین آدمه. خدا ان شاءالله. یه جمله میتونی به ما بگی که خط قرمزی باشه و نتونیم پخشش کنیم؟ بیا حرفمون رو بزنیم. چاییمون رو بخوریم. چاییمون رو بخوریم. من جدا میتونی نجم الدین جان یه چیزی بگی که غیر قابل پخش باشه برای ما، نتونیم پخشش کنیم؟ بریم سوال بعدی. ما داریم آروم زندگیمون رو میکنیم کامران جان، قربونت برم. ذکری یاد گرفتی که خیلی به کارت بیاد تو بزنگاه ها؟ اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. اینو حضرت آیت الله بهجت آقای حسینی قومی که یکی از کارشناسای ماست خدا حفظش کنه نقل می‌کرد، میگفت یک کسی به من گفته بود آقا از آقای بهجت بخواید به من کیمیا بدن. ایشون به آقای بهجت گفته بود، آقای بهجت فرموده بودن که یه ذکر میگم از کیمیام کیمیاتر. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، یعنی خدایا با حلالت منو از حرام بی‌نیاز کن و به فضلک عمن سواک، تا تو هستی جلو کس دیگه رو نزنم. و این به نظرم ذکریه که من اثرش رو تو زندگی خودم دیدم. اسم مستعار هم داشتی یا از نه نجم یه وقتایی صدا میکنه. تو مدرسه صدا میکردن نجم؟ بعضیا آره نه، چون من اساسا خوشم نمیومد کسی با فامیلی منو صدا کنه. و فکر میکنی که همین نجم الدین چقدر نقش داشته تو اینکه شما مجری مثلا مذهبی، مثلا اگه اسمت آرشاوین بود مثلا فکر میکنی که میشد؟ خب خانواده ما خانواده مذهبی بودن و حتما اسم تو شکل گیری شخصیت آدم ها، مخصوصا اگر یه جوری تربیت شده باشی و بزرگ شده باشی که بفهمی تو بار این اسم رو داری به دوش میکشی. تاثیر میذاره قطعا تاثیر میذاره. آره من میخوام کوتاه جواب بدم که شما زودتر به سوالات برسید. سوال دیگه داره تمام میشه، راحت باشه. خب یه ذره با حوصله باشید. خارج از این فضای دوربین، چرا اسم اینجا برموداست؟ برمودا به خاطر اینکه اینجا به وقت پیدا شدن، برخلاف اون اسم برمودا که آدم‌ها گم می‌شدن، مثلث برمودا گم می‌شدن، اینجا اکثر آدم‌ها در برمودا اتفاقا پیدا میشن ولی برخی هم غرق میشن. یعنی میرسیم به مصاحبه‌های چالشی و عجیبی که دردسر میشه برای بعضی از مهمان‌ها. ناخواسته دیگه ما سوالای مردم رو ممکنه بپرسیم و اونا ممکنه براشون الان حالا نگم که مهمونامون دیگه نمیاد. خارج از این بحث تلویزیون و سمت خدا و اینا، رابطه شما با علما و کارشناس‌های مذهبی چطوره؟ رفیقی داری از بینشون؟ خیلی، یعنی واقعا یکی از توفیقات من همنشینی با
این علمای بزرگ بوده که غالباً من واقعا جز خوبی ازشون چیزی ندیدم. میگن مردم رو با غیر زبانتون به دین دعوت کنید. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم. و این مؤثرترین شیوه تبلیغه. و اینها پشت صحنه با رفتارشون. رفیق شدی باهاشون؟ رفیق شدیم، بله. رفاقت که داریم. رفیق نه که مثلا بالاخره جزو رفیقای حلقه اولی که بشه باشون رفت شمال، بشه باشون رفت دعوا، بشه باشون اینجوری نیستن. نه دیگه، مثلا من به شما میگم کامران جون بیا مثلا امشب بزنیم جاده چالوس، به اونا که میریم دیگه. خب ما رفاقتمون جنس این رفاقته. نه منظورم این نیستش که حالا بریم شمال، منظورم اینقدر نزدیک بودنه، اینقدر آره نزدیک هستیم، صمیمی بودن، نزدیک هستیم، ولی جنس این رفاقت جنس رفاقت شاگرد استادی شما هست. این ولی خودت داری کم کم استاد میشی دیگه، یعنی استاد دیگه بعد از 15 سال و بعدش هم یه سری دروس حوزوی که خوندی و مطالعاتی که داشتی و این همه سال باورت میشه. حالا نمیدونم مثلا اینا رو شاید پخشش هم نکنید، ولی باورت میشه احساس میکنم که چقدر راه نرفته دارم من و چقدر چیزا هست که من هنوز نخوندم. به خاطر اینکه باعث پیشرفت میشه و آدم مثل باورت میشه کتابخونه من که تازه خیلی از کتاباشو اهدا کردم، آینه دقمه جلوی من، نمیرسی بخونی، نمیرسم صبح تا شب درگیری. گرچه مراجعه میکنم ولی انقدر انسان ظرفیت داره. من یه وقتایی میبینم بعضی از رفقا خوش روزیان، خوش توفیقن. همیشه میگم طول عمر مهم نیست، عرض عمرت هم مهمه، یعنی چجوری ازش استفاده میکنی. آره ولی حالا قرار از این که چی داشتیم؟ حالا برای اینکه فضامون یکم عوض شه، جوک بلدی تعریف کنی؟ من یکی بگم برات. میگن دو دسته از آدم‌هان که از گوش کردن پول در میارن، یکی روانشناسا، یکی نجم الدین شریعتی. یه سری نظرات مردمیه من میدم خدمت شما. اینجوری شما لطف کنید بخونید برای ما. دکور برنامه نجم الدین شریعتی یه جوریه که هر لحظه منتظرم یه تمساح بیاد پاشو بگیره بکشونه داخل. برنامه سحر رو میگو که آب دور تا دور جزیره اون وسط بود. آره بعد میگو چه جوری میری اون وسط؟ گفتم چه جوری میرفتی؟ یه پل سیاری داشتیم میذاشتیم میومدیم میرفتیم توش که نیمه ما رمزون رو نمایی کردیم. خیلی براشون جای سوال بود. یکی کسی میگه شاید شما عصای موسی مثلا داری دریا. محمد و آل محمد. این صدایی که میشنوید و این پلی که داره میاد، پلیه که هر شب ما از روش رد میشیم، هر شب این صدا رو میشنویم و امشب متبرک میشه به قدوم آقا سید مجید بنی فاطمه عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. آقا این معما امشب به یمن قدوم شما حل شد از اول ما رمزون. یکی میگه آقا از بالا با طناب میای پایین، یکی میگه این سکوتون از زیر آب شده بود. من زنگ بزنم به جناب شاغلان تا روزنامه رو بیاره خدمت شما. مگه قرار روزنامه بخونه؟ روزنامه برمودا رو بیاره که تیتر یکش و عکسای شماست. بله بزنید بیاره مشتاق شدیم میشه به همین جلسه امشب. جناب شاغلان سلام و عرض ادب، خیلی مخلصیم. استاد اون روزنامه رو لطفاً میارید؟ مرسی. ببینیم چه کرده. دست شما درد نکنه جناب شاغلان، خیلی مخلصیم. یالا به به. همیشه باشی خوشبین، بلند بگو آمین. یکی از تیترامونه. قربان روزنامه‌تون آماده شده؟ باریکلا. بلند بگو آمین یکی از تیترامونه. باریکلا. بله بله. این عکس من شماست؟ بله بله. آفرین آفرین.
یک عمر دیگران صحبت کردند و شما گفتید آمین. امشب میخوام شما یه دعا بکنید، من بگم آمین. ای جانم و همه مردم با شما. انشالله. بله. الهی که حال دل مردم ما همیشه خوب باشه و امیدوارم انشالله آسایش، آرامش، رفاه، عافیت شامل حال تک تکشون بشه. این آرزوی قلبی من. آمین. بله آمین واقعا. دست شما درد دست شما درد نکنه. خیلی امشب خوش گذشت کنار شما، کنار کامران عزیز. بعد مدت ها رفع دلتنگی شد. همچنین. اینم یادگاری از ما. دست شما درد نکنه. ببرین دیگه با بالاخره. تیتر 1 داماد ایدئال خیلی. به بکن تیتر 1 اینه. تیتر 1 خوش تیتره. بله خیلی